سلام دوستان و همکاران گل، وقتتون بخیر. این زنبورم که میبینین، این زنبور 1 ماه ملکه نداشته، من نمیدونستم و الان رفتم غابا رو باش کردم، دیدم نرزا شده به سلامتی. حالا من میخوام این کلونی رو نجات بدم از نرزای. اول بهتون نشون بدم که چجوری اینا چجوری نرزا شده و خیلی هم وحشی شده. زنبورایی که اصلا دقت کنید ملکه نداشته باشن بسیار بسیار نیشزن هستن. حالا من با یه دست دارم کار میکنم، یه دستم گوشیه، خیلی سخت میشه اینجوری. حالا الان قاب نگاه کنین، تمام اینا همشون شکل‌های نر هستن. تو هر حجره هم تقریبا 2 تا 3 تا تخم ریختن زنبورهای کارگر. وقتی ملکه نباشه تخمان زنبورهای کارگر تقریبا فعال میشه و اینا دیگه از کسی پیروی نمی‌کنن و خودشون شروع می‌کنن به تخم‌ریزی. وقتی ملکه هست، هورمونی متساعد می‌کنه که تخمدان زنبورهای کارگر رو از بین میبره و فقط ملکه است که تخم میذاره. تخم ملکه تخم بارور شده است. زنبور کارگر به دنیا میاد، تخم زنبور کارگر تخم بارور نشده است و زنبور نر به دنیا میاد که هیچ خاصیتی برای کلونی الا جفتگیری نداره. نرهایی که از طریق نرزایی وجود میان کیفیت لازم برای جفتگیری هم نداره. حالا کاری که من میخوام بکنم با این کندوی نرزا این که بودن 100 متر اونورتر از زنبورستانم اونجاست. اونورتر بودن 50-60 متر 100 متر میشه. اینا هم درخته با هم دارن که باز شده زنبور مشغول اثرگیری. حالا یه مقدار 100 متر 50 متر زنبور کندو رو انتقال میدم اینورتر و زنبورها رو میتکنم روی زمین. همه زنبورها رو دوباره کندو با قاب‌هاش برمیگردونم سر جاش. زنبورهایی که نرزا نشدن توانایی جهتیابی دارن، دوباره میتونن برگردن سر جاشون. و زنبورهایی که نرزا شدن و هیچ خاصیتی ندارن همینجا میمیرن و تلف خواهند شد. همه زنبورها رو تقریبا تکوندم اینجا و این سری قاب‌ها هستن که همش نرن. اینا رو نمیذارم دوباره داخل کندو. شهد خیلی خوبی هم آوردن این زنبورهای نرزا. این 2 تا از این قاب‌ها رو برمیگردم به داخل کلونی. به زنبورها رو کامل نتکوندم، همه رو میتکنم اینجوری. مثلا اینجا یه مقدار تکوندم و زنبورها شدید عصبانی شدن من بکن نیستن. این کلونی که من یه سری زنبورها رو بردم اونور تکوندم و یه سری برگشتن و یه سری برنگشتن. اونایی که برنگشتن زنبورهای کارگر نرزا هستن. حالا کاری که باید بکنیم، حتما باید به این کلونی یک قاب لارو بدیم. این لارو هستن، تخم روز و لارو که ملکه روش ریخته و از این کلونی دیگه رو در آوردن. این قاب تخم لارو باعث بشه که این کلونی کارگرها دیگه نریزن. هورمون متساعد میکنه که مانع از تخم‌ریزی هورمونی متساعد میکنه که مانع از تخم‌ریزی زنبورهای کارگر میشه. حتما باید یک قاب لارو یک روزه 2 روزه 3 روزه بهشون بذاریم این وسط داریم. حالا در این کلونی ببندیم و 5-6 ساعت دیگه یا فردا پس فردا یه شاخون بهش بدیم.